عمرن بتونی با پدرت در بیفتی. کارگاه حقیقی؟ به جا نیاوردم. اصلا ما دلال مواد مخدریم. منتها یه مش پلیس یابو جنسمون رو کش رفتن. اونی که دنبالشین کارگاه شهیدیه، نه من. اشتباه گرفتیم. کارگاه شهیدی غیب شده. رفقای فاسد جنابعالی هم کنج زندونن. فقط تو موندی اندازه 4 میلیارد تومان پول کوکائین. ببین ما پولمونو میخوام. پس صبر کنی برم از کتبرجاز بگیرم براتون بیارم. بابای پس چرا نمیای؟ الان میام پسرم. بچه‌های ما زیاد خشونت میبینم. تو سرت به تنت میارزه تا 2 روز دیگه پول بردار بیار تا سر سالم برگردی خونه پیش بچت. اینجوری میشه برد.